والله قسم، به والله قسم، به والله قسم، اگر یک چیز قرار باشه رزق و روزی تو را زیاد بکنه، مهربونی با مردمه، بالاخص مهربونی با همسرت. میدونی تو وقتی که نشستی با همسرت خطبه عقد جاری شده و از هم دیگه بله گرفتید، در اصل روحهای شما یکی شدن و اینجا دیگه موضوع روح شماست. اگر یک فردی هستی که با همسرت نامهربونی میکنی، عزیز من، تو در اصل داری با روح خودت نامهربونی میکنی. تو وقتی همسرت رو تحقیر میکنی، در اصل داری روح خودت تحقیر میکنی و یک روح تحقیر شده در مدار الوهیت و مدارهای بالای معنویت و ثروت قرار نمیگیره. اگر زن هستی با همسرت مهربان باش. همسرت تو داره تلاش خودش میکنه، حالا با همون باورها، با همون تفکرات، با همون عرضه‌ای که فعلا داره، مدام اونا با دیگران مقایسه نکن، حتی اونا با برادر خودش هم مقایسه نکن. و اگر مرد هستی همچنین، همسر تو شاید دردهای زیادی برای اینکه یه فرزندی برای تو بیاره کشیده، هزاران بار غذا برای تو درست کرده، اگر یه بار سوزوند تو به روی خود نیار، تو باهاش بد اخلاقی نکن. اگر یک بار حالش خوب نبود و نتونست تو را تامین بکنه، تو حالشو بدتر نکن. اگر اینو درک بکنی، اگر اینو بفهمی، اگر اینو یادش بگیری، زندگیت قراره پر روزی بشه. بلند نیستی، ایراد نداره، توی همین پیج یادش بگیر.